سلام علیکم دوستان عزیز. امروز زود روزی اسفندیاری مهربان است. 24 لحظه بهار، 24 سالی لحظه بهار، 24 سالی آوامی کودکی و نورسی و جوانی هایت مبارک باشد. اسفندیار تبریک تو تبریک سبز و نو میلادی، فرخنده بشارتی و فرخزادی. 100 سالی دیگر خدا به ما بخشد کاش امکانی خجسته مبارک بودی. باید گفت تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. و نویسنده امیدبخشی جوان تاجیکستان اسفندیار محیدین زاده با آرزوهای نیک من این کتابم رو تحفه میکنم در روزی زادروزش که اسفندیار جان میخواهم که همیشه سربلند و خانه آباد و خوشبخت و خوشحالی باشی. هزار رحمت. تبریک. تبریک. من این خیلی کرم میکنم. تحفه ما با بعض شعرهایش شناس هستیم از شبکه فیسبوک. خواندگی هم شعرهای خوب است. خب شعرهای فرق کننده است، شعرهایی که عاری از تنقید بیهوده است، عاری از تعریف بیهوده است. واقعیت نویستگی‌ام یک شعرشون درباره جوانی بود با استاد لایق شیرعلی. تضمین است، در اصطلاح ادبی بگوییم تضمین است. تضمین به شعری هم به شعر استاد لایق شیرعلی. جوانی می رود از من، جوانی می رود آخر، مرا با رفتنی خود می کند از روز اول پیر. صدای مادرم آمد به گوشم، زار بیرستم، مرا هر کس تسلی می دهد می گوید این تقدیر. بهار آمد جوانی را به خود آورد و می دانم که نزد من نمی آید اگر سازم بس تدبیر. دلم درد و الم دارد که روی کاغذ خاطر، جوانی چون بهاری رفتن می مانده است در تصویر. آفرین. بسیار قرائت زیبا اسفندیار، واقعا راوی خوب هستی. آفرین. من چی عاشق صدای و عاشق همین خواندن شعرخوانی همین اسفندیار هستم. اسفندیار بیاید یک سرود میخوانیم. چی گفتی تو؟